ویدیو همراه من باشید با عجیب‌ترین کارت‌های همستر که اکثرا توجه خاصی بهشون نمی‌کنن. تو نگاه اول تو این عکس چیز خاصی نمی‌بینن. با یک کارت عادی همستره، اما خوب بهش نگاه کنید. خب فکر کنم فهمیدید. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها برام بنویسید. پیتزا همستر یه داستان جالب داره. 14 سال پیش یه برنامه نویس با 10,000 بیت کوین رفت فقط چند تا پیتزا خرید و اولین خریدی بود که با بیت کوین انجام میدن. نمیدونم الان واقعا چه حسی داره، اما از اینجا میتونم بهش بگم واقعا داشت. کارت بعدی من بهش میگم کارت ترامپ. واقعا شبیه ترامپ هم هست، اما هیچ اسمی از ترامپ نیومد. اما فکر نکنم یه عکس رندوم باشه. و در آخر مجموعی از کارت‌های همستر وجود داره که به شما توی ناخودآگاه خودتون این احساس میده که شما ممکنه با همستر میلیاردر بشین. اما همچین چیزی فقط با همستر ممکن نیست اتفاق بیفته. همش بازی ذهنی همستر با شماست. مرسی تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه از ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید.